بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام المتقين وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: نستعيذ بالله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در نسبت جهاد است. البته برادرها در شبکه‌های اینترنتی مراجعت کردند تا که در این موضوع صحبت کنیم، زیرا ملاهای درباری یا بعضی از مدخلی ها لفظ جهاد را به دیگر طرف میبرند. در بیاناتشون این طور بیان میکنند گویا لفظ جهاد به قتال و خون ریزاندن کفار دلالت نمیکنه، یا گویا در اسلام قتال نیست، خون ریزی نیست. اما این بیانهای اینها و لفظ جهاد را بر دیگر طرف بردن دور از معنای قتال کفار و مشرکین، این دلالت بر جهل اونها میکنه، یا به تعصب اونها میکنه، یا دلالت به این میکنه که از طاغوت میترسن. جهاد از کلمه جهد و جهد گرفته شدگی است، اما در اصطلاح در اون جایی که در قرآن آمدگی است به معنای قتال در اکثر جاها می آید. و در دین اسلام قتال وجود داره، کشتن کفار وجود داره. آن کسانی که تجاوز کردند سر مسلمان ها، زمین های مسلمان ها را گرفتند و زنها و کودک های مسلمان ها را قتل کردند، در حق اینها شریعت برای مسلمان ها اجازت میده که قتال کنند، بکشن اینها را و سرزمین مسلمین را خالی کنن از این پلیدها، از این کفار و مشرکین. و در دین اسلام قتال وجود داره، چنانه که آیتی که تلاوت کردیم: انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. الله متعال در این آیه قرآن فرمود که بیرون آیه در راه الله سبکبار و از منبار. مفسرین گفتن که بیرون آمدن در راه الله سبکبار و از منبار یعنی بای و کم بغل، پیر و جوان در راه الله بروه، جهاد کنه، یعنی قتال کنه، بکشه کرا کفار را، مشرکین را، مرتدین را. با مالتان و جانتان چه با مال کفار را میکشی، مجاهدین را مجهز میکنی با سلاح، با شمشیر و سلاحایی که امروز تجهیزات امروز است، یا خورد و خوراکشان را تجهیز میکنی با مالت، و با نفست خود در میدان جهاد میای اشتراک میکنی برای اعلای کلمت الله. همین عمل را، قتال را، الله متعال خیر لکم میگه، خیر است برای شما. و همچنین که در دیگر آیه قرآن الله متعال در سوره انفال آیه 70 میفرماد که: نستعیذ بالله ان الذين آمنوا و هاجروا، همان آن کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردند، و جاهدوا و جهاد کردند، باموالهم و انفسهم، با مالهاشان و با جانهاشان، فی سبیل الله، در راه الله جهاد کردن، با مالهاشان و جانهاشان در راه الله. نگاه کنید، اینجا لفظ جهاد است. با جان جهاد کردن چی معنی داره؟ مفسرین با جان جهاد کردن را قتال را ذکر کردگی هستند. والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، آن کسانی که یاردم کردن یا دیگرشون، مسلمین یا دیگرشون یاردم کردن، اینا دوستای یا دیگرشون هستند. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتی من شیء حتی یهاجروا، آن کسانی که ایمان آوردند اما هجرت نکردند، شما کسایی که هجرت کردید با آنها دوستی نکنید. جهاد ای بیع، خرید و فروش است با همراه الله، بهترین تجارت است با همراه الله. الله جهاد را خرید و فروش گفتگی است، تجارت گفتگی است. چنانه که در آیه قرآن سوره صف آیه 10 11 12 الله متعال میفرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. یا آن کسانی که ایمان آورده، آیا ما شما را راهنمایی کنم با کار یا عملی که نجات میده شما را از عذاب دردناک. یعنی شما را با یک عمل راهنمایی کنم که شما را از عذاب سخت نجات بده. او چی است؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان آوردن به الله و رسولش.
و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم و جهاد کنید در راه الله با مالاتون و با جاناتون، همین از تجارت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این کار برای شما بهتر است که شما ایمان بیاره به الله، مؤمن باشه، به الله و رسولش ایمان بیاره و جهاد کنه در راه الله با مالاتون و جاناتون. این کار برای شما را بهتر است اگر شما صاحبان عقل هستید و میفهمید، معرفت داره. خب وقتی که انسان بیع خرید فروش قبول میکنه، خرید فروش قبول میکنه، پس الله برای او بهترین نتیجه را عطا میکنه، جزای خیرش میده. چی است او؟ یغفر لکم ذنوبکم، مغفرت میکنه از شما گناه های شما را. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و داخل میکنه شما را در جنت هایی که از زیرش آب و نهرها میروه، از زیرش نهرها میروه. و مساکین طیبا جنات عدن، و خانه های و جایگاه های زیست میده برای شما را از جنت ها، از جنت العدن. ذلك الفوز العظیم، همین چیز از فوز کامیابی بزرگ. نگاه کنه الله در اینجا تجارت را قتال گفته است، جهاد با مال و با نفس تجارت گفته است و همین را کامیابی بزرگ میگه، و همین را کامیابی بزرگ میگه الله متعال. و همچنین در دیگر آیاتی قرآن میفرماید ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم، ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله متعال خرید است از مؤمنین نفسهاشان و مالاشان در عوض جنت. جنت میخوای؟ نفس در راه الله میتی، جان تا در راه الله میتی، مال تا در راه الله قربانی میکنی. یقاتلون فی سبیل الله، قتل میکنن در راه الله، کفار را میکشن. فیقتلون و یقتلون، قتل میکنن، میکشن، خون میریزونن و کشته میشن، خون خودشان میریزن. نگاه کنید در آیات قرآن الله متعال باز یک بیع دیگر را برای مسلمانان پیشنهاد میکنه که ایمان آوردن به الله و رسولش و قتال کردن، کشتن و کشته شدن. الله متعال در آیات قرآن برای ما و شما باز اعلان میکنه که آماده باشه برای قتال کردن، برای کشتن. شما آمادگی ببینه، یکی نیست نه آماده نشده شما قتال کنید، آمادگی ببینه. چنانکه که در سوره انفال آیه 60 الله متعال میفرماید وعیدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط خیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. اعداد کنه، یعنی آمادگی کنه نفسه خودتون را. برای چی؟ برای که قوت جمع کنه، تیراندازی یاد بگیره، اسب سواری یاد بگیره. برای چی؟ برای که کفار را بکشه، دشمنان الله را بکشه، دشمنان خودتون را بکشه. الله ما و شما را امر میکنه که قتال کنیم، مشرکین را بکشیم، مشرکین را بکشیم، قتال کنیم و مشرکین را بکشیم. چنانکه که الله متعال در سوره توبه آیه 5 میفرماید فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. هر وقت که ماهای محرم که ختم شد شما مشرکین را بکشید هر کجا یافته. در اینجا مفسرین میگن مشرکین عام است، در زیر لفظ مشرکین عام است، که سلاح برداشته که سلاح برداشته که نیست، خون اونها برای ما حلال است. حیث وجدتموهم، در کجا یافته شونه؟ در تاجیکستان، در امریکا، در فرانسه، کفار و مشرکین مرتد یافته بکشید. کسانی که در راه الله کشته میشوند، کسانی که در راه الله کشته میشوند، اونها مرده نیستند. چنانکه که الله در سوره بقره میفرماید که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. آن کسانی که در راه الله کشته شدند اونها را شما مرده حساب نکنید. اونها زنده هستند که شما شعور نداره، شما نمیفهمید که چه اونها زنده هستند. الله متعال شهدا را، اون کسانی که در راه الله کشته شدگی هستند اونها را زنده میگه. الله برای ما امر میکنه که جهاد کنیم و میفرماید که چرا شما جهاد نمیکنید؟ چرا شما مستضعفین یاردم نمیکنید؟ چنانکه که الله متعال در سوره توبه آیه 38 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبیل الله ثاقلتم الى الارض. چی شده از شما را که وقتی شما را میگن در راه الله بیرون آیید، مفسرین میگن در راه الله بیرون آیید یعنی قتال. چی شده از شما را وقتی میگن قتال کنید؟ ثاقلتم الى الارض، و طرف زمین و از بینبار میشه میره. محبت دنیا را
برای خودتان جلب میکنه و جهاد را ترک میکنه. ارضیتم بالحیات دنیا، آیا با همین حیات زندگی دنیا راضی شده؟ من الاخره، در بدل آخرت، آخرت در ترک کردید زندگی دنیا در کار است برای شما. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، زندگی دنیا در مقابل زندگی آخرت نیست مگر اندکی. شما همین اندک را انتخاب میکنید، زندگی همیشگی ترک میکنید. و همچنین در دیگر آیت قرآن در سوره نساء آیه 75 الله متعال میفرماید نستعیذ بالله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ایوان کسانی دعوای ایمان میکنه مؤمنو، چی شده شما را؟ ما لکم، چی شده شما را؟ لا تقاتلون فی سبیل الله، در راه الله قتال نمیکنه، در حالی که از مستضعفین، از مسافرها، از مردها، از زنها، از پیرزنها، از پیرمردها، از کودکها فریاد میزنند پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه که ظالم است اهلش و بگردان از جانب خودت برای ما یک نصرت کننده، از جانب خودت برای ما یک ولی دوست قرار بده. که زمانی که مستضعفین مکه دعا کردند الله برای آنها بهترین ولی را نصیب گردان برایشان و بهترین دوست را و بهترین لشکر را برایشان روان کرد که لشکر نبی صلی الله علیه و آله با امره لشکرش بود. نگاه کنید مالکم، چی شده شما قتال نمیکنید؟ چی با شما خون نمیرزونه؟ چی با شما کفار نمیکشه؟ در اینجا لفظ قتال آمد که در آیت قرآن است. قرآن چیز را میگه. آن کسانی که جهاد را ترک کردن از مسلمین الله برای اونها عذاب سخت را اعلان میکنه، چنانه که الله متعال در سوره توبه آیه 39 میفرماید الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر شما نمیبره الله برای شما عذاب سخت را آماده کرده است. و یستبدل قوما غیرکم، قوم را بلند میکنه برای جهاد، برای نصرت دینش غیر از شما. وقتی که شما جهاد نمیکنید، وقتی شما در راه الله نمیبره خون بته و بکشه و کشته، دیگه قوم را الله بلند میکنه که برای پرچم توحید جنگ میکنه، برای اعلای کلمت الله جنگ میکنه. ولا تضروه شیئا، شما اون این قوم را شما ضرر رساندن نمیتونه، کسی این قوم را ضرر رساندن نمیتونه. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چی قادر است. ای مسلمان ها، جهاد در آیات قرآن آمدگی است، لفظ قتال آمدگی است. خواهی این ملاها یا این طالب علم ها که سوء استفاده میکنن، لفظ جهاد را به دیگه طرف میبرن، لفظ قتال را به چی میبرن؟ مراد از جهاد درخشینانی، مراد از جهاد خدمت پدر و مادر، مراد از جهاد سنگ عیره گرفتن، این تعبیرها را میکنن. این معنای لغوی جهاد است، اما معنایی که در آیت قرآن میگه این قتال است. لیکن معنای قتال را چیکار میکنن؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی شده شما قتال نمیکنید در راه الله؟ قتال، لفظ قتال را چی ترجمه میکنن؟ لفظ قتال را با کدام معنا میبرن؟ در دین مبین اسلام قتال وجود داره، جهاد وجود داره. جهاد برای حفظ مسلمان ها است، برای حفظ شریعت است، حفظ مسلمان ها، حفظ زمین مسلمان ها، حفظ ناموس مسلمان ها، حفظ مال مسلمان ها، اموال مسلمان ها است. شما فکر نکنید که در آیات های قرآن جهاد وجود نداره. آیات ها را برای شما تلاوت کردیم که هر یکش دلالت به قتال، به جهاد، به قتال میکنه و الله جهاد را فرض گردانده است. در این دوره ما و شما هستیم، جهاد فرض عین است برای هر یک فرد مسلمان. باید هجرت کنه، دارالکفر را ترک کنه و میدان جهاد بیا و بکشه و کشته شود در راه الله. الله ما و شما را از جمله موحدین، صادقین و صابرین مجاهدین قرار بده و حشر ما کنه با امرای نبیین، صدیقین و با امرای شهدا و صالحین. الله متعال این عملهای ما را به درگاه خودش قبول کنه و ما و شما را از جمله مقربین درگاه خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.